یه روز بهاری کنار دشت و نزدیک جنگل، دخترکی مهربون به اسم شنل قرمزی با مامانش زندگی میکرد. اون همیشه یه شنل قرمز میپوشید و همه به همین اسم صداش میکردن. مامانش یه سبد پر از خوراکی‌های خوشمزه آماده کرده بود تا شنل قرمزی برای مادر بزرگ باشه با غریبه ها حرف نزنی و از مسیر مستقیم بری عزیزم. بوسه مامان. شنل قرمزی از خونه بیرون اومد. هنوز به جنگل نرسیده بود که یه شکارچی عجیب و غریب جلوی راهش سبز شد. اما این شکارچی در واقع همون گرگ بدجنس بود که همیشه خودش رو به شکل آدما در می آورد تا بقیه رو گول بزنه. دختر کوچولو، تو کی هستی؟ کجا داره میری؟ شنل قرمزیم. دارم خوراکی خوشمزه برای مادر بزرگم میبرم. گرگ با خودش فکر کرد چه عالی، اگه برم خونه مادر بزرگ هم شنل قرمزی هم مادر بزرگ هم خوراکی ها مال من میشه. خونه مادر بزرگت کجاست؟ کنار دریاچه. گرگ با خودش فکر کرد که باید یه کاری بکنم تا زودتر به خونه مادر بزرگ برسم. پس چرا از تو دشت میری؟ از داخل جنگل برو. میتونی گل و توت فرنگم بچنی و مادر بزرگت خوشحال کنی. شنل قرمزی حرف گرگ رو قبول کرد و رفت توی جنگل، غافل از این که راهش خیلی طولانی تر میشه. گرگ از راه میونبر رفت و خیلی زود به خونه مادر بزرگ رسید. مادر بزرگ بیچاره حتی فرصت نکرد فرار کنه. گرگ اونو قورتش داد و لباسش رو پوشید. کمی بعد شنل قرمزی با گلها و توت فرنگی ها از راه رسید. مادر بزرگ روی تخت نشسته بود ولی قیافش عوض شده بود. مادر بزرگ، چه چشمای بزرگی داری؟ برای اینه که بهتر ببینمت. چه گوشای بزرگی داری؟ برای که حرفاتو بهتر بشنوم. چه دندونای بزرگی داری؟ برای اینه که زودتر بخورم. شنل قرمزی ترسید و با صدای بلند داد زد کمک. شکارچی واقعی که از اون نزدیکی ها رد می شد صدای فریاد رو شنید. به سرعت وارد خونه شد، گرگ رو گرفت و مادر بزرگ رو از شکمش بیرون آورد. بعد از این اتفاقای تلخ، مادر بزرگ با چای داغ و کلوچه های تازه از شکارچی پذیرایی کرد و ازش تشکر کرد. شنل قرمزی هم یاد گرفت که هیچ وقت به غریبه ها اعتماد نکنه و هر چیزی رو که میگن ساده و بدون فکر باور نکنه.